سرکان کورو یکی از هنرمند صاحب استعداد و موفق ترکیه 18 میلیون سال 1978 در شهر بورسای ترکیه به دنیا آمده است. قدش 1 متر و 85 سانتی متر می باشد. سرکان مکتب میانه شهر بورسا را ختم نموده حجتهای خود را به دانشگاه بالیکسیر در فاکولته الکترونیک می سپارد. بعد ختم دانشگاه سرکان چند مدت از روی اختصاصی ختم کردهش کار و فعالیت خود را دوام می دهد. سرکان از سال 2005 کار و فعالیت خود را در تئاتر آغاز می نماید، ولی نقش آفرینی او در فیلم ها از سال 2004 در فیلم تاش مکتب در نقش شخصیت مشهور اتاتورک می باشد. سال 2013 باشد سرکان را در فیلم گریازنی دنگلیجی و یلوباف در نقش تنی را دعوت می نمایند. در این فیلم 460 نفر هنرمندان را برای نقش آفرینی دعوت نموده بودند. از میان این قدر هنرمند سرکان از دیگران دیده بیشتر موفقیت را به دست می آورد. سرکان در ژانر مضحکه، ملودراما و درامایی نقش آفرینی کرده است. همگی در 12 فیلم نقش آفرینی نموده است. اولین فیلم نقش آفریده سرکان پیاتو ازمیرین و فیلم آخری که سال 2018 سرکان در آن نقش آفرینی کرده است لوباف انگل می باشد. سرکان اینچنین سال 2007 در فیلم دکترها، سال 2008 در فیلم انسان بدیل، اینچنین سلسله فیلمی هامیون، سال 2009 در فیلم قلب شکسته، اینچنین سال 2014 در سلسله فیلم هدایت. باز در چندین فیلم های کوتاه و سلسله فیلم ها سرکان نقش آفرینی کرده است. در کار و فعالیت هنرمندی سرکان برایش موفقیت ها خواهانیم. امود آغوز یکی از هنرمند شناخته ترکیه بوده 2 ایول سال 1977 در شهر انقره ترکیه به دنیا آمده است. بعد به دنیا آمدن او اهل و عائله‌اش از شهر انقره به ازمیر می‌کوچند. امود دوره کودکی و نورسی‌اش را در شهر ازمیر گذرانیده است. مکتب میانه و لیسه همین شهر را ختم نموده است. بعد ختم تحصیل مکتب میانه و لیسه حجتهای خود را امود به دانشگاه انادولوی فاکولته توریسم می سپارد. دانشگاه را باشد با موفقیت ختم می نماید. بعد ختم دانشگاه امود در چندین مهمانخانه ها و در منطقه های گوناگون استراحتی از سال 1994 تا سال 1999 کار و فعالیت می نماید. امود آغوز کریر خود را از سال 1999 آغاز نموده است. او در بسیار فیلم ها و سلسله فیلم ها نقش آفرینی کرده است. اساس فیلم های نقش آفریده او را فیلم های ژانر مسحکوی تشکیل می دهد. زیاده در 30 فیلم نقش آفرینی کرده است. از میان آن همه فیلم هایی که امود نقش آفرینی کرده است در تاجیکستان 2 تای آن با ترجمه زبان تاجیکی، یکی با نام بختیار و دیگری با نام کرتاکلرز یعنی نام دیگر این فیلم از جانب استودیوی که آن فیلم هدایت نام گرفته است پیشکش مردم تاجیک گردیده است. امود آغوز محبوبیت بیشتری خود را میان مردم تاجیک از همه بیشتر در سلسله فیلم هدایت به دست آورده است با استعداد و هنر و والای نقش آفرینی‌اش در ژانر مسحکه. زیرا هنر والای نقش آفرینی او در نقش شوکت به درجه عالی در این نقش آواز دادن هنرمند تاجیکمان سعید جان ایدیو دقت صدها هزاران مردم تاجیک را جلب نموده امود را شهرتیار کرده است. با نوارگیری فیلم هدایت از سال 2014 تا سال 2016 دوام یافته است.
و از سال 2016 تا این جانب این فیلم در تاجیکستان با ترجمه زبان تاجیکی پیشنهاد گردیده ایستاده است. امود آغوز عائله‌دار و صاحب پسرچه با نام دارا می باشد. همسرش سویله آغوز بوده به حیث همچون مدل کار و فعالیت می نماید. در سامانه اینستاگرام امود آغوز صحیفه شخصی خود را دارد که آنجا دارای زیاده از 250,000 پدپیسچی می باشد. دوستانی عزیز، اگر شما خواهید از نوگانی‌های این هنرمند همه روزه آگاهی پیدا نمایید، پس می توانید به سایت شخصی این هنرمند در سامانه اینستاگرام ابونه شده از نوگانی‌های او با خبر باشید.